مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. به معروف رسولی 19 اپریل سال 1933 سمرقند. محترم رفیق رسولی، آخر کتابچه رفیق بیکتاش را یافته خواندم. بیکتاش در این کتابچه خود باز همه مسئله ها را با نظریه خود حل می کند. در نقل شعرهای من در کدام وقت و به کدام سبب نوشته شدن آن شعرها را ننوشته است که این در باب تحلیل شعر رول اولی را بازی می کند. بیکتاش در این کتابچه خود اصول مناظره مدرسه کهنه را پیش گرفته است که نقطه مهم آن اصول الزام خصم بود، نه اظهار حقیقت. بنابراین من مجبور شدم باز یک ایضاح مفصل در این باره نویسم و نوشتم هم. از بس که بیکتاش از مطبوعات می ترسد، من این ایضاح خود را به واسطه به مطبوعات نفرستاده به نام کسانی که این کتابچه را پیش از چاپ دیده برآمدند فرستادم و به سبب محرر مسئول این کتابچه بودنشان نام شما را در عنوان نوشته و کنورت را هم به نام شما نوشتم. از شما التماس آن که این ایضاح را با اشتراک کسانی که نامشان در عنوان ایضاح نوشته شده است خوانید و پس از آن به اصلاح آن کتابچه چاره بینید. در حضور رفیقها در وقت خواندن ایضاح باید خودی بیکتاش هم باشد، اما ایضاح را به دست او ندهید که تلف می کند یا تغییر می دهد. اگر لازم دانید این ایضاح مرا ایضاح در تاجیکستانی سرخ یا که ژورنال چاپ کنانید. اگر کسانی باشد که درباره آن کتابچه چیزی نوشتنی باشند، این ایضاح با آنها یاری می دهد. به سلام رفیقانه، عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند.
بدایلمی و مصباح برهانوف 13 می سال 1933. رفیقان محترم دیلمی و مصباح برهانوف، سلام. ایضاح خود را در شماره 103 در 8 می برآمده تاجیکستانی سرخ خواندم. موافق خواهش من از اصلاحات کرده شده ممنون شدم، اما به فهم من دو جمله درآورده شده در این ایضاح آنقدر مناسب ننمود. یکی در ستون 4 سطر 51-54 جمله او را انقلابچی کرده نشان دادن در عمل باسمچیگری را مدافع کردن است که این کار را باسمچیان بیشرمانه می کنند. این بیان باسمچگی بیکتاش می شود که این از موضوع ایضاح من بیرون بود و هم در مناظره علمی بجای ضعیف بیرون از موضوع خصم طرف مقابل چنگ زدن می شود که این را مغلوبان در مناظره می کنند. هم تحلیل شخصیت بیکتاش با این جمله ادا نمی یابد و برای آن کتاب های کلان نوشتن در کار است. دوم، در آخر مقاله همین دو در ناخنک فیلسوف محترم از در ناخنک تحلیل باز می ماندند. این جمله برای این به نظر من مناسب ننمود که من می خواستم با جمله و این اثرهای آخرین من به میدان نمی آمد اهمیت اجتماعی وجود خودم را نشان دهم. زیرا تلف شدن یا زنده ماندن یک شخص به حیات اجتماعی اهمیت ندارد، از این جمله وجود من هم. بنابراین من به اهمیت اجتماعی زنده ماندن خود به میدان آمدن اثرهای آخری خود را دلیل کرده نشان داده می شدم. اما جمله علاوه شده مقصد جمله آخرین مرا به درجه کنایه و تیرپرانی به بیکتاش می فرارد. خوب، هرچی باشد شده است. اگر این مقاله در ژورنال هم چاپ شده می شود، التماس دارم که این جمله ها برآورده شوند و اگر اثری در حق من نوشته بیکتاش خطاهای فلسفی و مفکورگی بسیار داشته باشد، التماس این که کسانی بی‌طرف در این خصوص چیزی نویسند. با احترام رفیقانه، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو،